مستر جناب استاد عطا محمد نور و جناب وزرای بزرگوار محسن سفیدان و جوانانی که اینجا هستند تشریف آوری همیشان خیر مقدم گفتن. حبیب الله دانشیار هستم از شهر مزار شریف از زادگاه مولانای بلخ. فقط 2 دقیقه وقت شما را به یک شعر زمزمه میکنم، میگیرم عفو ما بدارید. نیمروز و قندهار بود دست و پای من، نیمروز و قندهار بود دست و پای من، گردیز و لوگر است ببین در نوای من. از بامیان و بلخ و سمنگان و جوزجان تا شهر کابل است دلا خونبهای من. نسل غیور و غور و بدخشان توستم، فریاد فاریاب بود در صدای من. باشد برادرم کنر و پکتیا و خوست، باشد برادرم کنر و پکتیا و خوست. قندوز پر است از تپش های های من، رفتم اگر به پاس دفاع در جلال آباد. در غزنی جان زنید مزار و لوای من، تا یار سنگرم نشود خفه از شما، تا یار سنگرم نشود خفه از شما. بهرش ببر به میمنه بوت و کلای من، افغانستان بود وطنی خیلی دلکشم، افغانستان بود وطنی خیلی دلکشم. فرخاروار سبز بود در دعای من، دشمن اگر حبیب بگیرد به کام مرگ، دشمن اگر حبیب بگیرد به کام مرگ. آره وطن 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 بودن در نوای من. قابل قدر هستین، همه تان همه دوستانم، کلتان تاج سریم هستین. صرف همی که یوسف علیه السلام از یعقوب علیه السلام که دور بودن، مبارک پیران خدا یوسف علیه السلام روان کرد که به چشم پدرین بمانین جور میشه. و جناب والی صاحب از دیار ما آمدگی است، رهبر ماست، دوستشان دارم، شهر مرا خانه مرا زیبا ساخته، برادر در امن است. خدای پاک شما بزرگا را هیچ کدامتان کم نکنه. یک شعر فقط چند خط درباره خود جناب میگم، بس مرا معذور بگیرید. شمشیر به غلاف خراسان ماستی، شمشیر به غلاف خراسان ماستی، تنها امید قلب پریشان ماستی. شهنامه گشت نام تو در خط هر کتاب، فردوسی غیور و نمایان ماستی. تاریخ بود شاهد اقوال و فعل تو، تنها به جا نموده پیمان ماستی. ای چهرت به فرق خسیسان بود تبر، تکبیر. ای چهرت به فرق خسیسان بود تبر، تیزاب خوب جان حریفان ماستی. نام تو نور و جسم تو از نور برتر است، پر عطر و پر نسیم گلستان ماستی. مثل که روح ما سخن ما کند بیان، مثل که روح ما سخن ما کند بیان. دایم به هر کجا ز گریبان ماستی. الماس روی عالمی ای پادشاه حسن، الماس روی عالمی ای پادشاه حسن. دانم که از حقیق بدخشان ماستی، از مرز خاک وطن می کنی دفاع. فرزند با سپاس نمکدان ماستی. افسانه های رفته بود زیب هر کتاب، افسانه های رفته بود زیب هر کتاب. مسعود پاک سینه به دوران ماستی. با سادگی بگفت حبیب تو نور من، هم رزم و بزم شهر سخی جان ماست. نام خدا من بفهمم تو استعداد هست واقعا نه اصلا یکی که نه اوش خود در جای تقدیرم و احساسش هست که همین احساس داشته و او هم میزه به استاد که همین شعر گفتن، اما استعداد ازی واقعا که حوالی ذهنیش اصلا فکر کنید که از کجا شروع کرد به کجا رساند. خدا خیر بده دلواره یک کردی. یک از احساس تشکر، دو از جرأتت، سه از تواناییت و از محبت نسبت به من، و چهاری که مرا همین روحیه را میده که کوشش کنم خدمت کنم. گرچه ما شاید از خود که شاید من نبوده باشم، در درس خوب است که کس تشویق نمیده کوچه همون کوچه های ما که خانه های ما بود شاید متر $100 باشه. از برکت جناب والی صاحب که قیر کردن، گلکاری کردن، گلدان جور کردن، ولی با $500 آمده سودام نمیکنه.
جناب ریاکار صاحب